سلام علیکم استاد جان. امید در علیکم سوال سلام. داشتم. اما گفته که ملائکه که می نویسن هر دقیقه با همه کار ما را، یعنی که قلب ما را هر چی که میگذره این الله میدونه استاد جان. آره. ما بوده که با همین قلب ما یا یگان گناه میکنیم یا یگان کار خیر میگذرونیم، آیا او را می نویسن ملائکه استاد جان یا که او را تنها الله میفهمه؟ خواهرم فرشته ها از قلب شما هم آگاه هستند، آن هم با رضایت الله یا با اذن الله. و پیامبر میگن این مهربانی و فضل الله هست که اگر شما نیتی خوب کردید آن را ملائکه ها می نویسند که این نیتی خوب داشت به وی یک ثواب است، نیتی بد کردید نمی نویسند. یعنی مهربانی الله از خواهران عزیز، هر لحظه با دلتان شما می توانید کسب ثواب کنید. دستتان نرسد هم نیت کنید ان شاء الله پولدار شدم همین قدر خیر میکنم، به فلانی کمک میکنم، این میکنم اون میکنم. فقط نیت هایتان هم در نامه اعمالتان اگر نیت های صالح باشد نوشته شده میگیرد.